ناجوان گشته زمین گیر شدم، در انقلاب پدرم پیر شدم، در انقلابی بی ثمر و بی پایان، در انقلابی بی ثمر و بی پایان، زاده شدم، جوان شدم، پیر شدم. این انقلاب لعنتی واقعا دردها و زخم‌های فراموش ناشدنی در پیکر جامعه افغانستان زده که واقعا جبران ناپذیر است. آمد سال نو است، سال 1403. این زمانی که سال دارن تغییر میکنه و سال جدید میآید، آدم را میبره به گذشته های دور دور، روزهایی که با هم بودیم، روزهایی که گرد یک سفره جمع میشدیم و غذاهای متنوع محلیمون رو پخته میکردیم و نوش جان میکردیم با برادرها، خواهرها، با پدر، مادر، و واقعا یک لذت خاص داشت. اما این انقلاب لعنتی همه چیز را از ما شما گرفت. امروز تعداد 90% مردممان به شکل خارج از وطن زندگی میکنه و دور از خانه و فامیل و خانواده و برادر از برادر، خواهر از خواهر و همه تید و پریشان و در هر گوشه دنیا تید و پراکنده است. واقعا نمیفهم، این یک دردی بود که میخواستم میره بیان بکنم که وجود خودم را گاهی وقت بازار میده. نمیفهم که این دوری ها و این همه با هم نبودن ها چه وقت خاتمه پیدا میکنه. با امید یک روزی که همه ما باز هم دور یک دسترخوان و شبهای سال نو و روزهای سال نو را به خوبی و خوشی سپری کنیم. واقعا آن روزهای دوری هم نیستم، 3 سال 4 سال فاصله بیش نیستم. واقعا گاهی اوقات آدم را خیلی رنج میده اون روزها را که یاد میکنیم. با اجازه سرفراز باشید دوستای عزیز، نمیخوایم که شما را در این سال نو جگرخون بسازم. سال نو را از صمیم قلب برای هر یکتان، برای تک تکتان خوش ثبات عرض میکنم. خدا کنه یک سال خوب و یک سالی پر از صفا و صمیمیت داشته باشین. با اجازه سرفراز باشین دوستای عزیز.